شالوم به همه عزیزان. اینجا اسرائیل هست که دارید میبینید، دریای مرده. این طرف میایم، اینجا شهر اموره یا گومورا. این طرفتر میایم میبینیم شهر صدوم هست یا سودوم، و اینجا میبینیم شهر زوار یا سوئر هست. همونطور که میبینید اینجا بسیار زیباست، اما اینجا جایی که آب میرفت از اینجا، اما دیگه هیچ محصولی نداره. میبینید تماما یک دونه درخت هم توش پیدا نمی کنید. ما بریم تثنیه 29 آیه 23 رو بخونیم تا متوجه بشیم چیه موضوع. خداوند با این سرزمین چه کار کرده. ببینید یک دونه درخت هم نمیتونید توش پیدا کنید، یک دونه محصول گیاه نمیتونید توش پیدا کنید. میبینید تثنیه 29 آیه 23: و تمامی زمین را که از گوگرد و نمک سوخته شده است. ببینید گوگرد اینجا چیه؟ سولفور هست در واقع، اسم قدیمیش بریمستون. یه سنگای خیلی عجیبی هست، بهتون نشون میدم الان. به گونه ای که در آن نه چیزی کاشته می شود، نه چیزی می روید و نه هیچ گیاهی رشد می کند. و به ویرانی صدوم و اموره و ادمه و سبوئیم شباهت دارد که خداوند در خشم و غضب خویش آنها را واژگون ساخت، چون شهرهای همجنس باز بودند و در دوران آخر زمان ما این رو خواهیم داشت. ما همین روزها داریم زندگی میکنیم درش. امریکا پر از همجنس بازی شده و هالیوود فیلم های همجنس بازی میبینیم. همه اینها از اوباما شروع شد که خودش همجنس باز هست و اون زنش زن نیست، مرد هست. خیلی ها این رو فهمیدن و امیدوارم که چشم همه شما باز بشه به واقعیت. همونجور که خداوند گفته هیچ حقیقتی پشت ابر نمیمونه و آنچه که در مغاره ها گفتی در پس بام ها فریاد زده خواهد شد. خیلی عجیبه این. خب ما طبق کتاب مقدس فصل 18 میبینیم که خداوند به ملاقات ابراهیم میاد، همون خداوند عیسی که گفته بود که پیش از آن که ابراهیم باشد من هستم. و بعد از اون به ملاقات لوط میره با 2 فرشته و بهش میگه که زودتر از اینجا برو بیرون از این شهر، از این شهر اموره یا گومورا برو و به این طرف. ببینید سمت چپ هم اگر بره به صدوم میرسه. اینها هم جنس باز بودن و اون 2 فرشته به لوط گفتن به همراه هر کی که میشناسی بلند شو برو. به دامادهاش گفت که بیا با دختران من، همراه دختران من برو، و اونها مسخرش کردن و گفت حالا که اونا نمیان تو و همسرت و 2 تا دخترت بلند شون اینجا برین به بالای کوه. و او گفت من نمیتونم برم بالای کوه، ممکنه توی راه بمیرم. و گفت برو به شهر سوئر یا زوار، اینجا میبینید. گفت برو به شهر سوئر، تا نری اونجا کاری نمیتونم بکنم. و به محض این که این آیه 23 در پیدایش 19 آیه 23 رو میخونم: چون لوط به سوئر یا زوار رسید آفتاب بر زمین طلوع کرد. یعنی شبانه اون 2 تا فرشته به همراه خانواده لوط اونها رو اونجا بردن بیرون و خودشون در اونجا موندن تا اینکه اون شهر رو نابود کردن. به چه شکل؟ آیه 24 رو بخونیم: آنگاه خداوند، یعنی خداوند عیسی، بر سدوم و اموره گوگرد و آتش. این گوگرد سولفور هست، خیلی سوزانه، یک سنگی هست که قشنگ سوخته میشه و اینو به شما نشون میدیم الان. گوگرد و آتش از جانب خداوند یعنی پدر آسمانی از آسمان بارانید. آیه 25: و آن شهرها و تمامی وادی یعنی دره که الان عکس رو دیدیم و همه ساکنان شهرها، همه اونا هم جنس باز بودن و همه گیاهان زمین. ما قبل از این خوندیم در تثنیه 29 23 خوندیم را واژگون کرد. اما زن لوط به پشت سر نگریست و ستونی از نمک گردید، چون بهش گفته بود. ستونی هم نمک شد یعنی چی؟ الان این سنگ ها رو بهتون نشون میدیم که چطوری میسوزه و به ستونی از نمک تبدیل شد. به خاطر اون هست. میبینید الان عزیزان این سنگ های سولفور هست که بریمستون، به انگلیسی بریمستون معروفه، بسیار سوزانه و کاملا سوخته میشه. این زمینشناس عزیز
به همراه بسیاری از زمینشناس‌های دیگه در تمامی اون منطقه رفتند و این سنگ‌ها رو اینقدر زیاده کرد نداره، کل اون منطقه رو، دوتا منطقه رو کل این سنگ‌ها پوشونده. این سنگ‌ها قشنگ آتیش میگیره. الان نشون میدیم بهتون. اینو برای یادگاری نگه داشته، برای مهمانانش، برای کسانی که میان بهش بازدید میکنن که بهشون نشون بده که این موضوع واقعا حقیقی هست. خب این زمینشناس عزیز اسمش هست رانی وایات، پسر ران وایات فقید. بسیار ببینید این الان آتیش زده با فندک. یک بار دیگه هم بهتون نشون میدیم. خیلی عجیبه واقعا و بوی خیلی بدی هم داره. الان داره سرفه میکنه ایشون، الان سرفه میکنه و این ذوب میشه اینجا. اوکی. ایشون هم یک زمینشناس دیگه هست، میگه هر چیزی رو یک نفر فقط گفت باور نکن، حداقل 2 تا شاهد داشته باش. بفرما این نفر دوم. ببینید قشنگ داره کبریت میزنه. از کل اینجا فقط این قسمت گردی که میبینید آتیش میزنه اون فقط سولفور هست. ببینید قشنگ میسوزه، ذوب میشه. ببینید همشون به این شکله. فکر کنید این افتاده رو تن همجنس بازها. واو. اینجا رو ببینید، از اینجا اینه، از اینجا اینه و از اینجا این. یک نمونه دیگه هم بهتون نشون بدیم. ببینید این چقدر وحشتناکه که این، فکر کنید این به سر اون همجنس بازها ریخته میشه. بسیار وحشتناک هست. همونطور که میبینید ما در فصل 18 و 19 کتاب پیدایش میخونیم. ابراهیم گفت لوط تو گاو و گوسفندهات خیلی زیاده، اگر تو به سمت چپ بری من به سمت راست میرم، اگر به سمت راست بری من به سمت چپ میرم. همونجور که در نقشه نشون دادیم لوط میگه به دوردست نگاه کرد و جای پرآب مثل این پرآب و خرم بود و گفت من میرم اون طرف چون به شهر هست. اینها این خونه ها رو میبینید، همینا خونه بوده. ببینید اینجا این قشنگ یه خونه هست، خونه خیلی بزرگی هم هست، کاخ مثل این که زندگی میکردن. یه خونه دیگه این طرف هست. ببینید اینجا همه اینها تبدیل شده به آتش و گوگرد. همه اینها سوختن و هیچ کدوم از اینها باقی نموندن. و جالب اینجاست که در روزهای آخر جهان خداوند عیسی مسیح میگه روزهای آخر جهان مثل روزهای لوط و روزهای نوح خواهد شد. روزهای لوط یعنی همجنس بازی. میبینیم که اوباما اون ضد مسیح اصلی همه چیز رو میخواد به همجنس بازی ربط بده. و خدای شکرت، مرسی، توبه میکنیم از گناهانمون در نام عزیز و قدوس عیسی مسیح خداوند. از تو میخوایم که کمک کنی قوت داشته باشیم در تو. بعضی وقتا آب که لوط نگاه کرد از راه دور مثل سراب هست. ما فکر نکنیم خیلی چیز مهمیه حالا رفتن به کشور سوم. میدونیم که درست سرسامون پیدا میکنیم، اما اون طرف فکر نکنید که سرزمین گل و بلبل هست. ما جنگ روحانی زیادی خواهیم داشت و در نام عزیز عیسی مسیح از خداوند میخوایم که ایمانمون رو محافظت بکنه. به نام پدر، پسر، روح القدس با شکرگزاری. آمین. مرسی که این ویدیو رو دیدید.